با این توپ چیکار میکنن؟ گل اول آیا به ثمر میرسه یا خیر؟ و اونجا مهدی قائدی حرکت میکنه میزنه و توی دروازه 1-0 به نفع استقلال. تگ آفساید نیست، ببینیم بالاخره دروازه باز میشه یا خیر؟ و توی دروازه مهدی قائدی دروازه رو باز میکنه، دانایی رو مغلوب کرده در این دار، یه ضربه و توی دروازه یه سوپر گل که اصلا تو لیست 18 تا هم قرارش نمیداد آقای ساپینتو. ضربه سنگین و توی دروازه گل اول. یه گل از ساقبی جلو افتاد، اونجا یه اشتباه مهدی قائدی توپو میگیره و توی دروازه هتریک مهدی قائدی. کیا الان کاپیتان استقلال مهدی قائدی شد و گل، دروازه باز سمت راست. چه ارسال دارن بازیکن استقلال، یه ارسال و گل ششم استقلال 6. محبی از چپ تو میره داخل منطقه جریمه، رو به بیرون، فرصت و توی دروازه 7-1.